سفیران تاجیکستان در 4 کشور از جمله در 2 دولت اروپایی عوض می شوند. بنا به اطلاع منابع رادیو آزادی، تصمیم روز 31 مای در جلسه در دوشنبه اعلام شده ظاهراً اکثر سفیران با سبب پایان دوره کار برکنار و به جای آنها شخصان دیگر به وظیفه تعیین می‌گردند. مقامات رسما خبر ندادند. مهمترین تغییر به نام سفیر تاجیکستان در بلژیم و نماینده دائمی کشور در اتحاد اروپا و ناتو الکین خان رحمت الله زاده را دارد. به جای او مظفر حسین زاده تعیین می شود که تا این دم معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان بود و در گذشته در نمایندگی کشور در ازبکستان کار کرده است. الکین خان رحمت الله زاده به احتمال زیاد یگانه دیپلمات تاجیک است که تا 70 سالگی سفیر بود و در دوره کاریش توانست روابط اتحاد اروپا را با تاجیکستان گسترش دهد و از جمله حل مسئله پیوستن تاجیکستان را به برنامه امتیازهای تجارتی GSP+ نزدیکتر آورد. او در گذشته مشاور اساسی سیاست بیرونی رئیس جمهوری تاجیکستان بود. به جای فرخ شریفزاده به مقام سفیر تاجیکستان در ترکمنستان وفا نیت بیگزاده تعیین می شود که در گذشته در مرکز تحقیقات استراتژی کار می کرد. منابع رادیو آزادی گفتند جمشید حمیدوف از منصب سفیر تاجیکستان در شویتزار آزاد و به جایش شرف شیرعلی زاده تعیین می شود. سفیر تاجیکستان در کره جنوبی هم عوض می شود. در این مقام به جای یوسف شریفزاده دلیر کیروموف می آید. تغییرات کادری در اداره های دولتی و نمایندگی رسمی تاجیکستان در خارج پیوسته از طرف مخالفین حکومت تنقید می شود. آنها می گویند حکومت شخصانی را به این وظیفه ها تعیین می کند که سالهای دراز صداقتشان را آزموده است. همچنین گفته می شود در بین آنها جوانان و زنان کمند.